I'll never slow up, no I don't take shit, I got no love. اشون دیدار اول مموشی دیدم من. به به آقا چی دیدیم؟ نوش جون هر کی دید که بعدش هم سانسور شد. بازم بابت حجم کمش من معذرت خواهی میکنم، ولی اینو از من بپذیرید دیگه. یه برنامه عشق ابدیه، چی من خدمتتون شکار کنم؟ سلام میبینم که همتون دیدین دون، خوشتون هم اومد. آقا چرا ایشی به این نکته اشاره نکرده بود؟ این برنامه برای ویو و حواشی همه کار میکنه. یکی نیست به کارگردانه بگه خب پلشت وقتی از لحظه ورود مموشی ها رو سانسور کردی، اون تیزر 10-15 ثانیه ها رو هم از نو میگرفتی. پس این وسط چیزی هست که ما میگذاریم، ولی با این شکار ما یه لایک نصیبمون نمیشه. اشغولی های خودم ساک و چمدون رو جمع کنین، اتوبوس دم دره، سوار شیم بریم برای مقصد اول. کجا؟ نازنین ناز چه انین. بذارید برنامه 1-2 روز بگذره، بعد مگه نگفتین از فصل 1 یاد گرفتین؟ مگه نگفتین تو این فصل محتاط ترین؟ پس این چیه؟ با تو هم نازنین ریدم تو کلت، ریدم تو میکاپت. مادرت میگفت 3 تا زبون بلدی ها، یکیش فکر کنم همین اشف شوتوریاته که میای. برنامه که عشق ابدیه، پلتفرمش هم یوتیوبه. اینا چیه من میبینم؟ به خدا خجالت آب شدیم، ریدم تو اداهات. اون جاویده بدبخت 30 سال سن از خدا گرفته، پشماش ریخته بود از این کارات، مونده بکنه نکنه تو رو نصیحت که وسط حرفای جدیش اشوه میای. من هنوزم وقتی این صحنه رو میبینم سیخ میشه موهام از بس چندشی. جاویده برمیگرده میگه خیلی دوست دارم امشب برم تو آب. نازنینه میگه دوست داری شنا کنی یا من تو بیکینی ببینی؟ خب برنامه عشق ابدیه، پرن ابدی که نیست. اگه اونم دوست نداشته باشه تو رو تو بیکینی ببینه، تو خیلی دوست داری که بقیه تو رو تو بیکینی ببینن. خوشم یا نازنین تو این برنامه اومده که همه رو به جون هم بندازه. خوبش خودی سوار شید بریم مقصد دوم. کجا؟ یاشار. پسرمون خیلی خسته است، نه که از شیراز اومده، همون اول برنامه گفت من خیلی خستم. فکر کنم اومده ویلا برای استراحت. تا جایی که از کاپلش میپرسن نظرتون راجع به هم چیه، بعد که از خودش میپرسن میگه همونه که اون گفت. پلشت یه چی بگو، مگه ندیدی برنامه رو؟ آقا جا نمونید، احسان منتظره. از همون اول مشخص شد رفیق باز خرابیه، پسر خوش انرژی پرنسس بابا. حواستون باشه سیباشو نخورید، کفشش هم کثیف نکنید. پرنسسمون یه پاناز داره، کلن با سن بالا هم مشکل داره. تا میبینه بلا استثنا میگه تا سیک مجرد موندی، اینجا چی میکنی؟ بیچاره روزانه هر قدرم میگه بابا این باستن تو سمت من نکن، درست بشین سلیته. باز دایی جان کار خودشو میکنه. ولی یه جا باش خیلی حال کردم. کجا؟ جایی که خوب ریدی به پرستو صالحی. دمت گرم. اون جایی که به پرستو میگه حاشیه میخوای بگو، وگرنه من سبکاسیان که قدمو دارم، همینم پیش میرم. آقا بیادشی رو وضو بگیریم. رسیدیم به مهیار ریدم تو آرتیست بودنت. آرتیست کدوم کونی که هی تکرارش میکنی؟ ریدم تو قیافت، ریدم تو تتوهات که تتو آرتیست نباشی. والا بوسیدن تو گناه کبیره حساب میشه با اون تتوهای رو گردنت. مهیار بس کن، تو آشپزخونه همش حرف، تو جمع دخترها حرف، جمع پسرها حرف. پیکمی پسراست این. حول استخ ندیده. مهیار ریدم تو شخصیتت. این قدرم که اعلام کردی که بهت گفتن هیست که کل جزیره فهمید. با یلایی میگی من از یاسمین و آیدا هم خوشم میاد و کراش دارم، از همه هم که تعریف میکنی. این قد پیکمی هستی. مرسی از مهیار و نازنین که دو تنه تداعی کننده ان شخصیت های فصل 1 ان. آقا این چیه؟ من جاوید شنیدم، میذارم گوش بدید. We just like each other. ما از هم خوشمون میاد. Then we're just going to love each other. بعد همدیگه رو دوست داریم. خیلی فرق میکنه. بعد دیگه شیفته هم میشیم.
They're gonna be crazy about each من other. فکر می‌کردم شیفتگی می‌دونی بعد بعد از عاشق. خانواده خب کسکش همینجوری داری فارسی حرف میزنی ما نمیفهمیم. حالا each other love each other. ان آقا توالت. بعد انیار آقا برمیگرده میگه آقا ممکنه من بخوام کیس شما رو بشناسم، ممکنه کیس شما رو. حالا اون جاویده ای از ان بدتر با اون کاپل کس و شرت میگه نه من اجازه نمیدم. ان سنگ توالت. یعنی هر قسمت که میاد اینا میخوان اونجا برقصن یکی نیست منو کنترل کنه. یعنی چی این رقص؟ این چه رقصیه؟ میدونیم رقاصی آقا، نمیخواد یه خودتو پاره کنی. ریدم تو اون رقصت. 90% اونایی که اونجا از تو بهتر میرقصن. انقاص. آقا آقایون خردادی پر تا دیروز که امیرا بودن امروز خردادیان. وقتی میبینه طرف خردادیه میگه وای زهر مار خفه شو. آقایون خردادی هوسرانن. یعنی ما که الان اسفندی هستیم نیستیم؟ یعنی چی این حرفا؟ بعد چرا اینا اینجورن؟ یا شرایی که همون روز اول میگه من خستم فلانم بابا بی خیال. جاویدم که شلوار پوشیده نمیدونی مردونش گیر میاد نمیاد. چیه اینا رو پوشیدید؟ بعد برگشتی گفتی من وقت نکردم. روز اول کسکش این همه روز وقت داشتی که امروز بیای بعد میگی من وقت نکردم تیپ بزنم فلان کنم. گو یه نیم نگاهی هم بریم سمت مموشی خودمون یاسمین. کم کم داری چهره میارم خدشه‌دار میکنی پلشت. دم اون سجاده گرم همون اول شناخته. وقتی برگشت بهت گفت زبون درازی فلانی همونجا فهمید که انی هستی. برمیگرده میگی ناز منو بکشید. تو ناز داری بدبخت. دمت گرم سجاد. الانم که کاپل نداری خیلی متشخص سری. نمیدونم چرا یه چیزی این وسط هست ولی ریدم بهت. دریای ریدن تو عشق ابدی ساحل نداره. هر موقع فکر میکنی که رسیدی به انتها یه ناز انینی یه انی میندازه تو این قضیه. مهیاره با یه اعتماد به نفسی صحبت میکنه که بعضی وقتا ما شک میکنیم زره رو ما میزنیم یا این ان آقا داره میزنه. بابا بیخیال کمتر صحبت کن. ریدم بهت مهیار. عشقولیای ابدی خودم لایک و ساب یارتون نره. اون زنگوله اون گوشه رم بکنی تو کونه مهیار. اعصاب نذاشته برامون. ان وای آیدین این آیدین زواری خار کارگردان برنامه رو شوهر داد. یعنی تو قسمت 2 از 100 اسپویل کرد. این آیدین هم چه ذوقی میکنه از افشاگری ها. داداش ما اصلا به یه برمون نیست که برنده میشه. ما از مسیر داریم لذت میبریم. ریدم بهت. خلاصه نسبت فصل پیش برنامه بی‌برکتی شده. برکت با خودشون بردن. فصل پیش تا این قسمت علی و ماروخ به هم میپریدن. تناز و شاهین عاشق هم شدن. جر و بس بزن و بکن. ولی این فصل 2 چیزی تا الان ما ندیدیم. قسمت‌های بعدی سورپرایز چی میشه؟